شکر حق آمد. رمضان از نهان، ماه سعد و ماه نور است و ایمان. ماه دعاست و استغفار بار، ماه رهایی ز نفسی نابکار. نور توحید است در شبهای آن، صبر امید است در تقوای آن. لحظه ایمان چو گنجی بی بهاست، هر نفس چون رحمتی خاصی خداست. تا به آدم وا شود راهی بهشت، جان تاریک تا شناسد خوب و زشت. ابلیسی گمراه در زنجیر شود، تا شناسد راه رازی نیک و بد. تشنه باشی گر به روز از همدمی، گردد آن شیرین به شام خرمی. از گرسنگی نرنجی هست، نور باشد آموزنده راه شعور. دست ده بر اهل مسکین و فقیر، تا که گردی اهل صدیق و بصیر. با دل گریان همه قرآن بخوان، پاک گردی تا که از روح و روان. لطفیه برخیز و با اخلاص باش، در ره حق همچو شمع خاص باش.